ترس از شروع یکی از شایع‌ترین دلایلیه که ایده‌های خوب هیچ وقت به واقعیت تبدیل نمیشن. مردم از چی میترسن؟ از شکست؟ از سرمایه از دست رفته؟ نه، موضوع عمیق‌تر از این حرف هست. اول اینکه مردم میترسن که دیگران اونا رو چجوری قضاوت میکنن و وقتی شکست خوردن مردم چطوری در مورد اونها حرف میزنند. دوم ندانستنه. فکر میکنن اگر کسب و کارشون رو شروع کنن نمیدونن اونو چجوری اداره کنن. سوم کمالگرایی است. میخوان تمام شرایط و زمان براشون فراهم بشه بعد شروع کنن که هیچ وقت شرایط و زمان براشون فراهم نمیشه. کسانی که کسب و کارهای موفقی دارن ترسیدن ولی شروع کردن. شما که همه چی براتون آماده هست فقط کافیه شروع کنی، نه با قطعیت بلکه با تعهد. این ویدیو مختص افرادیه که آماده هستن ولی هنوز شروع نکردن.